هر وقت شک میاد تو زندگیتون، هر وقت ناراحتی تو زندگیتون میاد، هر وقت عصبانی میشین، هر وقت رنجش میگیرین، اون لحظات هیچ وقت تو زندگیتون هیچ کاری رو نکنین. کسی میخواد زنش طلاق بده، هیچ وقت تو اون لحظات طلاق نده. کسی میخواد راهنماش عوض کنه، هیچ وقت تو اون لحظات عوض نکنه. کسی میخواد رهجوش رد کنه، تو اون لحظات تو لحظاتی که شک و دودلی و رنجش و حسادت و افکار پریشون میاد، هیچ وقت تصمیم گیری نکنین تو زندگیتون. یه چیز طبیعیه. همه احساسات منفی یک پیامی داره. وقتی که شما عصبانی میشی یه پیامی هست توش، پیامیه که حتما باید بری به یک نفری محبت کنی. وقتی یک رنجشی میاد پیام هست، پیامش اینه که باید بری یک نفر رو ببخشی. اینجوری ما امروز نگاه میکنیم به این پیاما و تو اون لحظات هیچ وقت تصمیم نمیگیریم، چون کسی که عصبانیه او آدم دیگه خودش نیست، بنابراین تصمیمی هم که میگیره تصمیم خودش نیست، بعد حتما پشیمون میشه. او کسی که ناراحت آسیب دیده تو اون لحظات نباید تصمیم بگیره، هر تصمیمی که بگیره به ضررش تموم میشه. بنابراین از اون احساسات هیچ وقت ناراحت نباش، تو زندگی همه هست. فرق آدمای خواب با بیدار اینه که آدمای بیدار اسیر رو احساسات میشن، درگیر میشن. آدمای هوشیار او احساسات رو ازش رد میشن، یا با تبدیل کردن به ضدش، یا بی‌توجهی کردن بهش، یا اقرار کردن، یا خدمت کردن. در حال اون خالی میکنن، ازش خلاص میشه. هیچ وقت تو لحظات اینا رد میشه، اینا میاد میره، تو زندگی همه هست. بعضیا گیر میکنن توش، بعضیا رد میشه. ولی تو اون لحظات فقط یادتون باشه هیچ وقت تصمیم گیری نکنین.